سلام دوستان، به کانال میوزیک فولک خوش اومدین و تو این ویدیو قراره از دیپسیک به مورد استفاده از چت جی پی تی یا خودش چیه و کدوم قوی تره. تو ویدیو قبلی پرسید از چت جی پی تی این سوالو کردیم، تو این ویدیو از دیپسیک سوالو میپرسیم. تا اینجا هم پرسیدم که با وایس کار میکنی که گفته نه، فعلا این امکان برقرار نشده. خب از خودش بپرسیم. میگه که هر دو ما مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ LLM هستیم و توانایی مشابهی در پردازش زبان طبیعی داریم. با این حال تفاوت‌های وجود داره که ممکنه نسبت به همدیگه توی مواردی برتری از آن یکیمون بشه. ببینیم تو ادامه چی میگه. به روزرسانی دانش. خب خود دیپسیک میگه که دانش من تا اکتبر 2023 بروز است و میتوانم اطلاعات تا آن تاریخ را ارائه دهم. ممکن چت جی پی تی چی میگه؟ دانش آن نیز تا اکتبر 2023 است، اما بسته به نسخه‌ای که استفاده می‌کنید ممکن است تفاوت‌هایی در دقت و عمق پاسخ‌ها وجود داشته باشد. خب این از تاریخشون. یه خورده واقعا همونطور که چت جی پی تی خودش گفته بود که دیپسیک خیلی دقیق‌تر هستش برای کارهای تحلیلی، واقعا ساختار پاسخ دیپسیک خیلی دقیق‌تره. خیلی قشنگ دسته‌بندی کرده. اگه حالا برین ویدیو قبلی منو ببینین، می‌بینین که چت جی پی تی خودش به صورت کلی جواب داده و خودش هم گفته که برای کارهای دقیق نیاز هستش که دانش دیپسیک قوی تره، کامل تره و جوابای دقیق تری میده. تو سرعت و کارایی، من برای کاربرای ایرانی فارسی زبان بهینه‌سازی شدم و ممکن است در پردازش متن فارسی عملکرد بهتری داشته باشم. جالبه. برای چت جی پی تی چی میگه؟ ممکن است در برخی موارد برای متن‌های انگلیسی عملکرد بهتری داشته باشد، اما برای فارسی زبانان ممکن است کمی کندتر یا با دقت کمتری عمل کند. خب این رو نمیشه دقیق تعیین کرد، چون که من توی اون ویدیو به صورت وایس و وایس کال، حالا نگیم وایس کال، به صورت صوتی با چت جی پی تی ارتباط برقرار کردم و شاید اشتباهات تلفظی وجود داشته، اما دیپسیک هنوز این امکان رو نداره که به صورت وایس، به صورت صوتی باهاش ارتباط برقرار کنیم که ببینیم تلفظش چطوری هستش. از این نظر اینو میگم چون توی این مکالمه‌ای که با چت جی پی تی داشتم جواباش بد نبود. توی صحبت کردن با زبان فارسی خوب بود، فقط یه دو تا ایراد تلفظی داشت همین. خب دقت و کیفیت پاسخ‌ها. من تلاش می‌کنم پاسخ‌های دقیق و مفید ارائه دهم، به ویژه برای سوال‌های علمی و فنی. چت جی پی تی چی ممکن است در برخی موارد پاسخ‌های عمیق‌تر و دقیق‌تری ارائه دهد، به ویژه اگر در نسخه‌های پیشرفته‌تر فورش رو استفاده بکنیم. کاربردهای علمی و غیر علمی. من برای کاربردهای علمی تحقیقاتی و حتی غیر علمی مانند نوشتن متن و ترجمه و تولید محتوا مناسب هستم، اما چت جی پی تی برای کاربردهای مشابه نیز مناسب است، اما ممکن است در برخی موارد خاص عملکرد بهتری داشته باشد. اصلا جواباشون فقط یه سری جواب منطقیه، هیچ کدومشون جواب خاصی به اون صورت ارائه ندادن که نتیجه بگیریم کدومشون بهترن. هر کدومشون گفتن ما برای یه سری کارا خوبیم، اون یکی هم برای یه سری کارا خوبه. بنابراین این جواباشون جوابای یه جورای سیاستمدارانه‌ای بوده که جالب بود برای خود من. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.